بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گاهی این سوال مطرح می شود که آیا قرآن تنها کلام خداوند است یا بخشی از آن سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله نیز هست؟ این سوال یکی از شبهاتی است که سالها مطرح شده و بسیاری از افراد پاسخ دقیق آن را نشنیدند. در این ویدیو بخشی از مناظره دکتر ذاکر نایک را با دوبله فارسی مشاهده می کنید، جایی که این شبهه با استناد به خود قرآن به شکلی روشن و منطقی پاسخ داده می شود. تا پایان همراه ما باشید. سوال بعدی رو از برادر حاضر در جمع داریم. من آقای چوهان هستم، معلم بازنشسته. قبل از پرسیدن سوال دوست دارم به همه شما سلام کنم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال من این است که قرآن کلام خداست، همانطور که شما به تفصیل بیان کردید. اما من تردید دارم که قرآن فقط کلام خدا باشد. به نظرم ترکیبی از کلام خدا و پیامبره. چطور؟ چون در چندین آیه شما گفتید، اشاره کردید که پیامبر میگوید من ننوشته‌ام، یعنی این سخن من نیست. هر جا پیامبر تصریح کرده که این سخن من نیست. پس تکلیف این جملات چیست؟ اینها سخنان اون نیست. لطفاً. سوال خوبی بود و من همین منطق رو در بحث با مسیحیان درباره انجیل استفاده می‌کنم. برادر گفت که بدون شک شما ثابت کردید که این کلام خداست، اما علاوه بر این که کلام خداست، کلام پیامبرم هست، چون در قرآن آمده من آن را ننوشته‌ام. هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که بگوید من آن را ننوشته‌ام. آن آیه را نشان دهید تا بپذیرم قرآن کلام خدا نیست. قرآن چه میگوید؟ آنها میگن پیامبر آن را نوشته و من نقل میکنم. شاید حرف منو اشتباه شنیدید. آنچه من گفتم این بود که سوره سجده آیه 1 تا 3 میگویند پیامبر اون رو جعل کرده است. به آنها بگو نه، این حقیقتی است از جانب خدای متعال. این خود خدای متعال است که سخن میگوید. اگر پیامبر آن را نوشته باشد من با شما موافقم. این چیزیه که در کتاب مقدس ذکر شده است. در کتاب مقدس آمده که موسی علیه السلام میگوید من در فلان روز مردم. نه موسی آن نوشته و نه خدا آن را نوشته است. پس اگر موسی کتاب را نوشته چطور میتونه بگوید که من مردم؟ این چیزیه که شما در کتاب مقدس پیدا میکنید. عیسی مسیح علیه السلام در حال سخن گفتن است. پس آنچه ما میگوییم درباره قرآن این است که هرگز هیچ سخن مستقیمی از پیامبر در آن پیدا نمی‌کنید. اگر هم باشد توسط خداوند متعال در داخل گیوم نقل قول شده است. خداوند متعال ممکن است بگوید که پیامبر پاسخ داد. در واقع قرآن میگه که این کتاب از جانب خداوند متعال است و من چندین آیه نقل کردم. اگر بخواید میتونم دوباره تکرار کنم. سوره انعام سوره 6 آیه 19، سوره انعام آیه 93، سوره یوسف آیات 1 و 2 و سوره طه آیه 113. در سوره سجده سوره 32 آیات 1 تا 3 و در سوره یاسین سوره 36 آیات 1 تا 3. در سوره زمر سوره 39 آیه 1. در سوره غافر سوره 40 آیه 2. در سوره جاثیه سوره 45 آیه 2. در چندین جای قرآن گفته شده که این کتاب وحی از جانب خدای متعال است. بیان مستقیم. امیدوارم پاسخ سوال داده شده باشد. قال الله تعالی تنزیل من رب العالمین. این کتاب نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است. برادران و خواهران عزیز، قرآن بارها خود را به همین صورت معرفی می کند. کتابی که از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است، نه سخن هیچ انسان و وحی الهی، و می‌فرماید و ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحی. هرگاه در قرآن سخنی از پیامبران، فرشتگان یا دیگر انسانها نقل می شود، آن سخنان نیز به اراده و وحی الهی در قرآن ثبت شدند. بنابراین تمام الفاظ قرآن کلام خداوند متعال است. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، آن را با دیگران نیز به اشتراک بگذارید. شاید پاسخ یکی از شبهات مهم درباره قرآن به وسیله شما به دست کسی برسد. از خداوند متعال می‌خواهیم دلهای ما را به نور قرآن روشن گرداند و ما را از کسانی قرار دهد که قرآن را می‌خوانند، می‌فهمند و به آن عمل می‌کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.